راستی یوسف، یه دختر بزرگ داری هم؟ ماشاءالله. ممنونم. منم خیلی دختر خواستم، میدونی؟ به اینم خیلی گفتم اما نخواست. گفت اگه سومیش پسر باشه اون وقت من با 4 تا مرد تو خونه چیکار کنم؟ البته دختر داشتنم مشکلات خودشو داره. نه دختر خوبه، دختر نشاط خونه است. البته ما از عروسم شانس نیاوردیم. بزرگه که نتونست کاری کنه. وضعیت تارکم احتمالا خودت میدونی. آره میدونم. به خاطر همین زیاده روی میکنه. زنش و داداششون شب تو اون تصادف مردن. بچه داغون شد، نتونست باش کنار بیاد. ولی در هر صورت بچه خوبیه. ساکت و محترمه. میریزه و میشکنه اما به دست آوردن دلم بلده. فوتبال که بازی میکردی میگفتم من پشتتم، توپو ول نکن، هیچ وقت نترس، برو جلو. اما نخواست. بعضی موقع نصف شب بیدار میشه و شروع میکنه گریه کردن. هی اسم دختره رو میاره، وجودم تکه پاره میشه. واسه همین تا صبح میشینم. خواب مادر سنگینه نمیشنوه. اگه بیدار شد میرم تو اتاقش، میگم حل شد عزیزم، گذشت پسرم. اونم فکر میکنه گذشته و دوباره میخوابه. مگه میگذره؟ بعضی از مصیبت ها مستجرن ولی واسه اون نه. یه ابر سیاهی جاشو پیدا کرد و دلش نمیخواد آسمونو ول کنه و بره. حتی یه دوست هم نداره. تو روز خوب همه خوبن، تو روز بعد مثل چی همه در میرن. بعضی از تلخی‌ها رو انسان نمیتونه دوام بیاره یوسف. کار، شغل، خریدار، فروشنده و مشتریمونم مصیبته. اما واسه آدمای نرمال اینطوری نیست. همه ول کردن رفتن. به خاطر اینکه زیاد مصرف میکنه کسی نزدیکش نمیشه. بچه هر کسی یه روزی خونه رو ترک میکنه. ولی از شانس ما بچه‌مون کوچیک شد برگشت خونه. یه ذرم تو حرف بزن پسرم، غریبی نکن. چشم چشم. تارک یه پارچه آقاست. من هواشو دارم، شما نگران نباشید. اون امانت داداششه دست تو. اونطوری فکر کن، برادری کن واسش. باشه. برادر کوچیکمه. آفرین پسرم، بخور که عقب موندی. گرمم شد گفتم یه ذره خنک شم. خب به پردوگر یا کر خر. داداش شما هم میخوری؟ آره. قهوه هست بریزم؟ بریز. این فلاس مال کیه؟ مال تانره دیگه. آره. با داداشت میرفتیم ییلاق. یه جایی دنج پیدا میکردیم و همونجا هم چادر میزدیم. عاشق این کارا بود. چادر بزنه، آتیش روشن کنه، بره شکار. دیوونه این کارا بود. خوشش میومد دیگه. یه بار این خیلی اصرار کرد که بره. از یه شب قبل کیفشو حاضر کرد. سر داداشش شیره مارید و از اون حرفا. بعدش اونم وقتی این خواب بود اول صبح فلنگو میبست. بعدم که بیدار میشد و میدید داداشش نیست بلند میشد و کیفو با یه اعصاب خورتی پرت میکرد. حتی یه بارم دیدم داره رو تخت داداشش میشاشه. چطور؟ ناراحت شدی؟ ناراحتی نداره. یه نوشیدنی هم به من بده بخورم، عرق کردم. بجام